قند ما و شما چیست؟ گلاکتوز. قند ما و شما به نام گلاکتوز. میخوایم که گلاکتوز رو تبدیل به چی بسازیم؟ به گلوکوز بسازیم. گلاکتوز ما و شما در موجودیت انزیم به نام گلاکتوکیناز انزیمی به نام گلاکتوکیناز با مصرف انرژی AGP تبدیل به چی میشه؟ گلاکتوز یک فاسفید. قند گلاکتوز ما و شما در موجودیت انزیم به نام گلاکتوکیناز با مصرف انرژی تبدیل به چی میشه؟ گلاکتوز یک فاسفید. گلاکتوز یک فاسفید ما و شما اینجا باید ایزومیر شود. ایزومیر خود بسازد توسط انزیم به نام چی؟ گلاکتوز یک فاسفید یورودایل ترانسفراز که تبدیل به چی شود؟ گلوکوز یک فاسفید شود. اینا باید چی شود؟ ایزومرایزیشن شود. ایزومیر خود بسازد. ایزومیرش چیست؟ گلوکوز یک فاسفید. کدام انزیم انجام میده؟ انزیم به نام گلاکتوز یک فاسفید یورودایل ترانس تبدیل به چی میشه؟ گلوکوز یک فاسفید. اینون گلوکوز یک فاسفید ما شما دو مسیر در پیش میگیرن. اگر در بدن ما شما نیاز به انرژی نبود، نیاز به گلوکوز نبود، یعنی ساویه گلوکوز خون ما شما به اندازه کافی موجوده، نرماله و یا انرژی به اندازه کافی موجوده. گلوکوز یک فاسفید ما شما مسیری در پیش میگیره که مسیر چیست؟ مسیر سنتز گلایکوژن. ما گفتیم سابستریت گلایکوژن چی بود؟ گلوکوز یک فاسفید. اگر نیاز به ما وقت زمان وضعیت ما شما قند کافی داشته باشد، انرژی کافی داشته باشد، یعنی نیاز به گلوکوز و انرژی نیست، گلوکوز یک فاسفید ما شما باید تبدیل به چی شود؟ به گلایکوژن شود. مسیر گلایکوژنیسیس در پیش میاد. ولی اگر نیاز به چی باشد دوستان؟ به خود گلوکوز باشد. گلوکوز یک فاسفید ما شما باید تبدیل به چی شود؟ گلوکوز 6 فاسفید. گلوکوز یک فاسفید ما شما تبدیل به چی میشه؟ گلوکوز 6 فاسفید. این کار را کدام انزیم انجام میدن؟ انزیم به نام چی انجام میده؟ به نام گلوکومیوتاز. فسفوگلوکومیوتاز. انزیمی که میتونه گروه فاسفید را از یک بکشه بالای چی وصل کنه؟ با کربن ششم. تبدیل به چی میشه؟ گلوکوز 6 فاسفید. اینا گلوکوز 6 فاسفید ما شما دوستان. اگر گلوکوز 6 فاسفید ما شما تولید شد، نیاز به انرژی بود. این مسیر چی رو در پیش میگیره؟ گلایکولایسیس. گلوکوز 6 فاسفید داره چی میگه؟ گلایکولایسیس. اگر انرژی کار بود باید به طرف چی بره؟ گلایکولایسیس بره. ولی اگر انرژی کار نبود، گلوکوز 6 فاسفید ما شما تبدیل به چی میشه؟ گلوکوز میشه. این مواد بر ما شما تولید کنه. این کار هم کدام انزیم انجام میده؟ در گلوکونیژنیسیس خوانده بودیم. گلوکوز 6 فاسفید. گلاکتوز وقتی که از قند لاکتوز آزاد میشن در موجودیت فاسفید ما شما یک ایزومرایزیشن میدن، یک ایزومیر خود تشکیل میده. در موجودیت انزیم نام گلاکتوز یک فاسفید یورودایل ترانسفراز تبدیل بشه به گلوکوز یک فاسفید. اگر به اندازه کافی انرژی و گلوکوز ما شما داشته باشیم، دیگه نیاز به انرژی گلوکوز نباشد، گلوکوز یک فاسفید ما شما به طرف چی میره؟ گلایکوژنیسیس میره که گلایکوژن میسازه. اگر نه نیاز به انرژی یا به گلوکوز داشتیم، گلوکوز یک فاسفید ما شما تبدیل میشه به نام فسفوگلوکومیوتاز تبدیل بشه میشه به گلوکوز 6 فاسفید. در این قسمت اگر نیاز به انرژی بود و طرف گلایکولیسیس میره و اگر نیاز به گلوکوز بود
و طرف چی میره؟ طرف سنتز گلوکوز میره که این کار کدام انزایم انجام میدن؟ گلوکوز 6 فاسفات. ما اینی بنام چه داریم؟ بنام متابولیسم لاکتوز. فرکتوز هم قند خون نیستن، یعنی بعدا به جز اسپرم دیگه از فرکتوز ما شما استفاده نمیدونه. این باید تبدیل به چی شود؟ گلوکوز شود. سر دوستا چه قسم تبدیل میشن؟ موجودیت انزایم به نام فرکتوکیناز. با مصرف انرژی چی گفتم یادم؟ تبدیل به چی میشه؟ با فرکتوز یک فاسفات میشه. اصلا دوستان فرکتوز ما و شما در موجودیت انزایم به نام فرکتوکیناز با مصرف انرژی تبدیل به چی میشه؟ با فرکتوز یک فاسفات. درسته؟ فرکتوز یک فاسفات ما و شما توسط یک انزایم به نام الدولاز بی. دوستان یک تعداد شما خیلی نارامی نشان میده. نشان دادن شما چیه؟ فرکتوز در موجودیت انزایم به نام فرکتوکیناز با مصرف انرژی تبدیل بشه میشه به فرکتوز یک فاسفات. فرکتوز یک فاسفات ما شما دوستا در موجودیت انزایم به نام الدولاز بی. ما دو قسم انزایم داریم، الدولاز ای داریم، الدولاز بی داریم. الدولاز ای، الدولاز بی باشین، الدولاز بی، الدولاز بی تجزیه میشه و دو تا مواد، یکی دای هیدروکسی اسیتیل فاسفات قبلا هم شما خوانده بودیم و یکی دیگه تبدیل میشه به نام گلیسر الدهاید. گلیسر الدهاید دو مسیر در پیش میگیرن. اگر نیاز به سنتز شحم بود تبدیل به گلیسرول میشن. تا از پیش از این باز در آینده چی سنتز شد؟ اسید شحمی. ولی اینکه ما شما کار نداریم. ما میخوایم که از پیش از اینا چی بسازیم؟ گلوکوز بسازیم یا حداقل در مسیر گلوکوز ساخته شود. این تبدیل به چی میشه؟ با یک مواد میشه که ما شما اینو قبلا هم خواندیم به نام گلیسرالدهاید تری فاسفات. توسط کدام انزایم؟ ترایوکیناز. ترایوکیناز تبدیل به گلیسرالدهاید تری فاسفات میشه. گلیسرالدهاید تری فاسفات ما شما با دای هیدروکسی فاسفات جزء مسیر چی بود؟ گلایکولیسیس بود. یعنی اگر در این قسمت دوستا، اگر در این قسمت نیازمند به انرژی بود، این چی میشه دوستا؟ اما گلایکولیسیسش انجام میشه تا چی تولید شد؟ پایرویت تولید شد، انرژی تولید شد. ولی ما هیچ کار نداریم. ما میخوایم چی بسازیم؟ گلوکوز. گلیسرالدهاید تری فاسفات ما و شما تحت یک مسیر قرار میگرفتن که اون مسیر ما و شما به نام چی دادیم؟ گلوکونوژنسیس. یعنی یا برگشت پذیر بود دیگه حرکت بود. مثلا این گوی تعامل پس چی میساختن؟ برای مشما گلوکوز میسازن. میتونه که برای مشما چی میسازه دوستا؟ گلوکوز. اما کدام مسیری کار انجام میدن؟ مسیری مشما داشتیم به نام چی؟ گلوکونیوژنسیس. کدام مسیر؟ مسیر گلوکونیوژنسیس از گلیسرالدهاید تری فاسفات چی میساختیم در ما شما؟ گلوکوز میساختیم. خب دیگه قبلا درسته گلوکونیوژنسیس گلیسرالدهاید تری فاسفات و هیدروکسی فاسفات با هم ترکیب میشه فرکتوز یک 6 فاسفات میساختیم. با فرکتوز 6 فاسفات، فرکتوز 6 فاسفات با گلوکوز 6 فاسفات، گلوکوز 6 فاسفات و گلوکوز. این اینجا ما شما گلوکوز 6 فاسفات و گلوکوز. خب این یکی اما این اصلا بخش عمومیش است دوستا. یعنی اصلا باید فرکتوز مشما به سیستم متابولیسم شود. ولی گاهی است به یک مقدار کم دوستا، گاهی است به یک مقدار کم یک مسیر دیگر داره دوستا. در موجودیت یک انزایم دیگه است به نام هگزوکاینز. در موجودیت یک انزایم است به نام هگزوکاینز. این مسیر چیست؟
مسیر اکثر نیستن، مینوره، درسته؟ اکثر کمه. یعنی مسیر چیست؟ ماژور موشمایه. عموما باید انجام شد، اما گاهی است که فرکتوز به جایی که در مسیر فرکتوکاینز قرار بگیرن، در مسیر چی قرار میگیرن؟ هگزوکاینز قرار میگیرن. بسیار کم صورت میگیرن. و تبدیل به چی میشه دوستان؟ تبدیل به مواد میشه که شما ما چی داریم؟ فرکتوز 6 فسفید. فرکتوز 6 فسفید شما که باید شما باشد، این میتونه دو مسیر. یا مستقیم فرکتوز 6 فسفید شما تبدیل به چی میشن با؟ گلوکوز 6 فسفید. گلوکوز 6 فسفید شما تبدیل به چی میشه دوستان؟ یکی است که فرکتوز 6 فسفید شما چون اینا برگشت پذیر بود تبدیل به چی میشد با گلوکوز 6 فسفید. این مسیر چی بود؟ برگشت فسفر هگزوسمیراز ها بودن. فسفر هگزوس ازومیراز بودن. میتونه به این تبدیل شه، میتونه به این تبدیل شد. با گلوکوز 6 فسفید شما با توسط کدام انزیم گلوکوز 6 فسفید تبدیل بشه شد گلوکوز. این اگر نیاز به گلوکوز بود به این تبدیل میشه. اما اگر نیاز به انرژی بود چی میشه دوستان؟ نیاز به انرژی بود بازی فرکتوز 6 فسفید شما تبدیل به چی میشه؟ تا فرکتوز 6 بیس فسفید. قبلا مطالعه کردیم. فرکتوز 6 بیس فسفید شما باز تبدیل به چی میشن؟ اینو میرم در شما توضیح بدم بس. و دو تا مواد میشه یک دای هیدروکسیل اسیتون فسفید و گلیسرول دای تری فسفید. اما این کار کدام انجام میده؟ الدولاز بی ای الدولاز ای متابولیسم فرکتوز دو تا مسیر میگیرن. ماژورش کدام مسیره؟ این مسیره. که تحت انزیم فرکتوکاینز قرار میگیرن تبدیل به فرکتوز 1 فسفید میشه. توسط انزیم به نام الدولاز بی قسم الدولاز داره. الدولاز بی میشکنه و دای هیدروکسیل فسفید گلیسرول دهای. اگر نیاز به شرم بود در مسیر گلیسرول قرار میگیره. که گلیسرول بساز از شرمی ساخته شد. اگر نه نیاز به گلوکوز بود توسط انزیم تریپتوفانیز و گلیسرول دهای تریفسفید تبدیل میشن. همون چیزی که ما شما در گلایکولیسیس خواندیم. این اگر نیاز به انرژی بود گلایکولیسیس میشن و اگر نه نیاز به گلوکوز بود در مسیر گلوکونیژنیسیس قرار میگیره تا بر مشما چی میسازه؟ این اکثرا صورت میگیره. اما گاهی هست که فرکتوز در موجودیت انزیم هگزوکاینز قرار میگیرن و تبدیل به فرکتوز 6 فسفید میشن. اگر نیاز به گلوکوز بود تبدیل به گلوکوز 6 فسفید و بالاخره تبدیل به چی میشه؟ گلوکوز میشه. ولی اگر نیاز به انرژی بود چی میشن؟ فرکتوز 6 فسفید تبدیل به فرکتوز 6 فسفید توسط انزیم الدولاز ای و دای هیدروکسیل فسفید گلیسرول دای تریفسفید. این هم پیش میره به طرف اینجا و طرف دای هیدروکس اسیتون فسفید. اینا سر دوستان ما برای شما محصولای کار داشتیم یعنی گلوکوز و رنگ آبی میگیرم که شما میفهمید کجاها گلوکوز ساخته شده. یعنی این گلوکوز و دیگه چی؟ یک قسمت هم موشنا گلوکوز. اما جاهایی که انرژی و طرف مسیر انرژی آگر از اون میاد مثلا اینجا گلایکوژن ساخته میشه، اینجا هم چی ساخته میشه؟ اینجا هم شحم ساخته میشه و اینجا هم چی ساخته میشه؟ انرژی ساخته میشه. و یا اینا مسیرهای اصلی که هدف گلوکوز بود رنگ آبی اونایی که نه اگر نیاز به غیر از گلوکوز بود انرژی بود یا گلایکوژن بود یا اسید شحمی بود یا دیگه ما با رنگ سبز. این ما شما رو متابولیسم فرکتوز داریم و این ما شما رو متابولیسم لاکتوز.